در استودیو مهمان خیلی عزیز دارم. سید محمد علی اکبری، جوان موفق و فعال مدنی هستند که در استودیو با ما هستند. علی جان سلام، صبحت بخیر. تشکر. افتاده درختی که به خود میبالید، از داغ تبر به خاک و خون میلالید. گفتم چی کسی زد به ریشت، گفتا آن کس که به زیر سایه ام میخوابید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی محترم شما و خدمت بینندگان محترمی که ما را از پشت تلویزیون پرده شما بیننده هستند. بخش تکنیکی و پرودوسر برنامه هم براتون سلام میرسانن، لایک بگیرید. و امروز در مورد طلب علم صحبت خود داشتیم. پیش از اینکه بریم طرف علم، علی صبح چطور شروع کردی؟ صبح با یک نشاط خیلی عالی و با صلوات محمدی. بسیار کار نیکه. ورزش میکنی؟ ورزش بله. چی ورزش میکنی؟ ورزش پهلوانی. بسیار ممنون، خدا بسیار کار خوب میکنی. خب اول بیاین اگه پرسان کنم علم چی است؟ الحمدلله و کفا و صلات و سلام علی رسوله المجتبی و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی في محكم كتابه وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. علم در لغت از علم گرفته شده. علم به معنای نشانه. بله. و طلب علم چقدر مهم است به انسان ها؟ طلب علم دین وقتی که امروزه ما به ماحول جامعه خود بنگریم، علم از دیدگاه اسلام طلب علم دین فرض کفایی است. اگر در یک جامعه که ما زندگی میکنیم بعضی از اشخاص و جامعه علم دین را طلب بکنن و در پی کسب علم دین باشن، از باقی مردم و جامعه علم دین ساقط میشه. علم دین از دیدگاه اسلام طلبش فرض کفایی است. بله. و انسان چی کارهایی باید کنه که علم یاد بگیرد؟ بعضی از کسا هدف می است که اصلا به علم شوق و علاقه ندارن، چی از طفلی باشه چی بزرگسالی باشه. اما ما بعضی از نفرها دیده باشیم که سن بسیار بلند دارن، عینک می پوشن، عینکایشون خیلی گرنگ هم شده، اما بازم ببینی یک چیز میخوامن. اولا در قدم نخست چی چیز شوق و اشتیاق ما را به طلب علم دین متوجه می سازد؟ بله. اولا هر چیز بیشتر شوق و تشویق است که باید ما بدانیم که علم دین چی اهمیت داره. بله. علم دین وقت اهمیت یک شی را دانستیم میفهمیم که چقدر کسب ازی مهم است امروزه. بله. خب و طفل ها در گوش صدا آمد گفتن که علم طلب علم فرض عین است یا کفایی؟ طلب علم فرض کفایی است. چنان که من پیشتر اشاره کردم، وقتی بعضی اشخاص یک جامعه علم دین را وقتی کسب کنن از گردن دیگران ساقط میشه. و تشویق والدین چقدر مهم است در طلب علم؟ تشویق والدین وقتی به فرزندان خود از کودکی که وقتی که آموزانده شود که چگونه علم چی اهمیت داره، علم دین و چی کار به سزای داره در ساختار جامعه انسانی، ما مثلا تشویق به یک شخصی بکنیم و اهمیتش نشان بدیم، بعدا اشتیاق کودک به طلب علم دین بیشتر میشه. و خودت زیاد کی تشویق میکنه به خاطر خودم بیشتر پدرجان و مادرجان من. چی رقم تشویقت میکنه مثلا؟ میگه علم دین باعث سعادتمندی دنیا و آخرت میشه. بله. اگر دیگه علم ها را که ما ببینیم، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم. بله. طلب علم فرض است برای کل مسلم. گرچه سند این حدیث ضعیف است، ولی ما امروزه وقتی که ببینیم امروزه هر چی جامعه ما پیشرفت کردن از طلب کسب علم بوده. بله. علم دنیوی ساینس است که فقط سعادتمند انسان در دنیا میسازه. بله. ولی علم دینی که است سعادتمند انسان در دنیا و در آخرت میسازه. چطوری سعادتمند میسازه؟ وقتی من علم بیاموزم در کنارش عمل هم داشته باشم. بله. اگر عمل نداشته باشی، چنان قرآن میگه مانند حماری است که کتاب بالای خود حمل میکنه. بله. دیگه چیز فایده نداره، فقط کتاب علم بالای خود حمل میکنه. دیگه به او عمل نمیکنه. ایتو نمیکنه که بعد یک کس برسانه. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی انسان وفات میکنه سه چیز از او عملش قطع میشه، فقط سه چیز. یکی علم نافع، دوم پسری که به او دعا کنه، سوم صدقه جاریه. علم نافع چگونه علمی است؟ وقتی من امروزه اندک علم دارم، او را امروزه برای تو هدیه دادم. وقتی فردا بعد وفات من تو را به یک کس هدیه دادی، تو را به یک کس تحفه دادی، بعدا او که آموخت هر گاهی که به یک کلمه از علم عمل کرد،
اولین ثوابش برای تو میاد پیش از اینکه که از اندکی از ثواب تو کمتر شود. بله. و دوم صدقه جاریه است. صدقه جاریه ساختن اعمار مسجد است. وقتی هر شخصی در اون مسجد نماز میخوانه اولین ثوابش برای تو میاد پیش از اینکه ثواب دو چیز کم شود. ثواب تو دست نخورده میمانه. سومن پسری که به او دعا کنه. پسری چگونه وقتی در نماز استاد شد بعد نماز دستای خدا بالا کرد گفت رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقتی گفت ولوالدی به خدا برای پسر ما ببخش. الدعا مخ العباده. الدعا هو العباده. میگه دعا مغز عبادت است. دعا خود عبادت است. وقتی من و تو دعا میکنیم عبادت میکنیم. عبادت تخصیص به والدین خود کردیم که گفتیم یا الله والدین مرا ببخش. با این یکی که دعا شد که سبب راحتی از او در قبر میشه، دوما در قدم دوم باعث از این میشه که عبادت ثوابش به والدین تو برگرده بعد مرگ. بله. علی جان، یک سوال شخصی از خود که برادر خود داری؟ برادر خود یک دانه داره محمد جواد. یگان وقت تشویقش میکنی به خاطر طلب علم دین؟ بله، چه قسم تشویقش میکنی؟ اکثر وقتا صبح من خودم در مسجد اذان میتم. اکثر وقتا صبح او را امرای خود در مسجد میبرم و دیگه همیشه امرای مولای مسجد ما در چیز میباشه، ارتباط میباشه. دم پالی از می میباشه، درس میخوانه. دیگه همیشه تشویق من به این میباشه که علم دین سرفراز میکنه انسان در دنیا و در آخرت. دنبال دین، دنبال عمل، دنبال همه این دین ها باش. دنبال علم ساینس اگر باشی فقط میتونی دنیا را کسب کنی. آخرت در کار نیست. وقتی علم دین در آخرت کسب کردی دیدار وجه بلاکای فلا نصیبت میشه. بیشک. علی عزیز، پیام تا داشته باشیم. پیام مختصر است که شعار کمتر عمل بیشتر. بله درست. تشکر بسیار زیاد که در استودیو با ما بودین. سلامت.